جان هالقصة. ببخشید کمی دیر بی گوشی من نوشتی کنم. این گوشی هم یه جایی نوشتی گوشتره چونه آواجه. ببخشید دیر بی کمی بله خیلی می وجه ملکه اوشی به قدر خوشحال بید که انگار تمام دنیا اوشی بایه داته به وطی و ای دل گافر ده صبح تا به حال بی جهت ای جنو کنچوات رنجین تا با یون کم محلی کتا ما بات پیش امیر ارسلان برو شکاتا بکن جاگه پادت جام پر شرابی کو در کمال شرمندگی و پیشساری وجد ما رفت و صورت مامونی چوکت و جان بایی دستا داد گوشتی کار جان عزیز و من چه صبح تا به حال خیال دیگه در حق تو کتا البته باید چمن تقصیر بگذه چون شرمسارم و خجالت و تو منو بس هستی مامونی را دست ملکه چوکت گوشتی من کنیز تی امیر ارسلانم من به هرچی رای شما اقتضا بی هر پیما شما بوشی ما همه پیما رفتار بکنیم من در خدمت شما هستم ملکه رفتار کنم ملکه صورت مامونی چوکه دستی آی گب به تخت سری نندند به منظر بانوی گوشت امیر ارسلان گوشت چه مرچی ده شب روچ سیر ملک شاپور باید در عیش به مامونیر هم به تختی بنندن در تدارک سیر کوشش بکنی منظر بانو گوشت هرچی بفرمایی با جان دل اطاعت کنم من و مامونیر هر دوین شما کنیز هستی ملکه چه تختا به چراعت دست مامونیر گفت و دیمش چوکت به تختا نندینتی به وطو منظر بانو به عیشت و سیر بند بست وجه مشغول بیتن دختران ماوشین پریزادین مای به گردش در آرتو ساز جنوکان رنگ پر رنگین ساز زتو در وقتی که روچ به نزدیک مغرب رسید شه زنگ با یا رنگ آبنوس قرار گرفت شپت که روچ رفت پشت پرده و شتپت و شباهنگ چون بنهفت رخ این لاله همراه شگفت از چشم آن جمع 100 هزاران نرگس شعلا شم و چراغ چه هر طرفا من تالارا ردیپا پرچتنت امارت مانند روچ روشن کت به یک دم جهان شد چنان پرچراغ که در سینه شد تنگ جا به هر داغ بسا حسرت آن شب که پروانه بود که باید به 100 شمع یک جان سپرد بزم وجه همی پیما آرایش سنبند امیر ارسلان در 1 ساعت چه نیم شپا گوستگه در بارگاه گم پادشاهان به عیش و عشرتا گوازند بعد چایا هر یکی با خوابگاه منزل وطیگا روان بید خوابگاه منزل وطیگا رفت امیر ارسلان شادمان و شادان خوشحال به هر ما رفت خواجه سرایان به ملکه آپاک خبر داد ملکه چه جاگه وطیگا پرد گوش سرته چو تاوس مست به استقبال امیر ارسلان رفت بگلی گوش پچ کو ملکه همچو جان شیرین در بر گرفت و
وجه ببخشی لحظه کلمات هم چینه ما مجبورن لکتن کتاب بگوشنه و امیر ارسلان هم شی بغلی کتو با هم دیگه وارد تالار بیتا ماه منیر هم چو روچ تابان پیما چه تخته به چیرات در برابر تعظیم کت امیر ارسلان مبارکباد گوشت و ساعتی پیش ماه منیر و منظر بانو نشت. بعد دست ملکه گفت و به منزلی که ملک شاپور با امیر ارسلان معین کتا بیتگر رفت. کنیزان بعض آرایش کت و سنبیند امیر ارسلان ملکه بغل هم نشتند تو ملکه ایام دوری شکایت کت و امیر ارسلان از سرگذشت وتی چه رنجانی که کشته بیتگتی گوشتیدن سپره پچ کت. هر دویم با هم دیگه سر سپره نشتن شام وارد. شکر خدای بجا آرد. ملکه با امیر ارسلان گوشت تصدق ببون مرچی همی که من داخل ای امارت بیتم ماه منیرون دید به خیال ای که شما آیی با وطی واسطه آورده و آیی عاشق هستی دنیا پا منی چمان دیما سیاه بید حالت مرگی به من دست دار نزدیک بید چه گسته بمرم. ده اصورا که شمس وزیر اخبار عروسی بدنته منا کل کسل و بیدماغ دید جستی کو باعث این ملالت چیم با یا گوشتون سک کندیتی گزارش ماه منیری گوشت. بعد ما آسوده بیتم و الا چه گسته نزانتون چی بکنم کجا برندم و گوکه خبر بکنم. امیر ارسلان به اندازه کندیدی که نزدیک بود که بوتوسی گشت بکنم ملکه پیشکش شد و گوشی بلاد به جانه ایچ خیالی بیتا که به عیش مرچگین تا پاوت حرام کتا. افسوس که هنی نوکر تا وطی پا جا نیارتا ماه منیر کن دشمنی به خدا 18,000 عالم و آدمو کتا. اگه هور چه بهشتا بیایتیم بعد چه تو به یک نظری همان با یا جلوه نکن و نچارم. قربان به بونگوشی ببردی از دل من مهر هر کجا سنمی مرا که کبله گرفتم چه کار با اسنام. ملکه کنده تو امیر ارسلانی هم گوشت و خبری کد شی قربان بگون اگر تا قیامت یکی چه کنیزان تی هستم تا جان و هستین دست منی هستین و دامان تی به هزار زبان شکر یک التفات تی نتونم بکنم که منا تو کمک چیه کتک زحمت کشته. خلاصه هر دو این بچه گفتگو بازیم پادت کم و پراز تخت مرصد در بستر حریران در آگوش یک کادگرش وقتم. در وقتی که روچ جهانتاب به امر ملک وهاب سرچ دریای آپاچ درنا آرتی جهانی چوتی نورا و تیگا روشن کد. سحر از کوه خاور تیگ اسکندر چو شد پیدا عیان شد رشه خون از شگاف جوشن دارا. دم روح القدس زد چاک بر پیرهن مریم نمایان شد میان مهد و زرین طلعت عیسی. فصل واجه 18 کتاب تو کا فصل 18 آپ ما چیه نه واجه الحاق دیو اما داود که تات کنه دا چه گرتک تینا کشتی آتی ما نی واجه کار خرابی کن داود کنه شده در آیگا روز جهانتاب امیر ارسلان نامده سرچه بستر راحتا پادت با امار همام رب سر کله وید سپایی داد زلپ کاکل می دیود چه مشک و انبار ششتند و شدشوی کتند و دنا آت لباسی پادشاهی گراک و تاجی هم بالماس بسر یرک و بهیره و کمربند طلایه بود سیرین بستی زهم زمرد نگار و خنجر زمرد نگار پیش کمری جت و چو سر و آزاد نخل توبا چهره مانند کرس ما شب 14
وشی لگه گروک ورگا جواهرها که به صورتش جواهران که به صورت یک کپتگتا هر نیمگا تاج سرا و کوپگانی سرا گودانی سرا پیٹتا که آی نور چهره نوری مثلا گشتر روشنتر و برتری کد چون یک بهشت غلامان چه مارتا حرما و دنات داخل بارگاه بید پادشاهان تا در بارگاه استقبال کد وزیران و امیران تماما تعظیم کد امیر ارسلان به تخت نشت هر یک که به جای وقت آرام گفتن ساکی مای به گردش درآورد نه کارخانه وشی نواخت و مطربان آواز ساز و آواز چس بید همه که بزم آرش کنک بید سر حریفان چه باده ناب گرم بید امیر ارسلان چه جاگه پادد و ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه تمام چه تختا به چیرات که مشغول خدمت نظم عروسی بیتن که در این وقت سر کله پیرمرد زاهده که امیر ارسلان مال ثروت دولت به قلعه سنگباران به دست آیی سپرد کتگت در بارگاه داخل بید در برابر امیر ارسلان تعظیم کت عرضی کت ای خسرو که حفظ تو از روی احتتام کو گرد راز سهولت آتش امان دهد گرگ از محبت تو به ره مانده میش را بردارد از زمین و به دوش شبان دهد خداوند دو جهان عمر و دولت تیگا باز بکن چم امیر ارسلان که با پیر زاهد کپ چه جاگه پادد پیر در بغلا گفت و پیشانی چوکت و گوشتی پدر جان بچه منظور تو ات که کاله سنگ باران و آت تمام دولت به دست کی سپرده کده پیرمرد عشق چه چمان سرازیر بیتن گوشتی قربان ببون همه که تو تلسم کسر پازر که تو پروشته و الحاق دیو حرامزاده چه بند پولازره نجات داد نزانو آه حرامزاده بچه تدبیر چه دست تو تد که یک سرعت به قلعه سنگباران که مکان و منزلی بیتگه همه که تلسمی پرشتگ دید من ای گفت به ای ناتوانی 500 تازگانی به من جد و من لوٹتی بکشی که چه بس که عجزون لوٹه تو پریاتون کو منی نکشت کلیدان درانی چمان گفتن و قلعی چه قلعه من دنا کتی 20 شب و روز هستن که چه هول چه ترسا وتی جانه گا هفت بیابان من تای کتا تا وطار با شما رسین تا امیر ارسلان سک نارات بی پیرمردی استعمالت کتب تعبیل گفت و گوشتی مال و دولت نکلی نیستیم به جای هم نروتیم هر وقت ببی الحاق دیوا به چنگ من حتما کپی بعد چه آیا به عیشا پرداختن تو مشغول بیتن مدت 7 شب و روز هنچین بزم آرایش کو که هنچین چه عیش و برپای کد که جهان پیر جوان بخاطر نمانتگان چه سیره طبقان جشن گفته می و مینا شاهد و ساقی نی و تنبور بربط و مزمار یک طرف ساقیان مشکین مو یک طرف مطربان مشکر بیهوش این یک فتاده در دلیز بی خود آن یک گنوده در بستر قرب یک هفته گفتی از شیراز سیل آورده باده احمر هنچین جشن اده کتا گفته که ملکان چه دریچه پلکه گوشی آسمان گا سر دنا کو به یش چاره به تماشای آبازماوش مشغول بیتن روزچانه ششم ملک شاپور به امیر ارسلان عرض کو قربان با آبا و اجداد منی رسم که خانواده سلطنت مردین چوک یا جنین چوک هر کس سیر بکن
زفاف در عنوان باغ 15 را بیت و عروس و داماد، عروس و دامادانا همه در دست به دست همه داتگم که رای مبارک شما قرار بگیری و همه رسم قدیم و معمول بداری. امیر ارسلان گوشت البته هرچه شما رسم همه پیما کنی بعد به عملی بیاری. وزیر طلبت و گوشتی توگون شمس وزیر بروی باغ 15 را آذین و چراغان کنی و زینت بده. این شپی سیر در باغ 15 کنی. وزیر ملک شاپور و شمس وزیر به تدارک باغ 15 رفتن. تمام باغ چراغان کت و سنبهند و زینت داد چه باغا دن دروازه شهرگاه تمام جا آتش بازی چراغ پرچدن چراغان کتن. هر 20 قدم فاصله یک دسته مطرب و نشچگه با ساز و آواز نزدیک عصر به شهر اتکن. با امیر ارسلان عرض کت با امیر ارسلان که باغ 15 آماده. وزیر و ملک شاپور بالاخره آماده این که تهیه باغ 15 با خوبی دید آماده ما کتا. امیر ارسلان شاباش کتن تو سوار بیت وقت با باغ رفت. تمام جای سرکشی کتو و دیپتیو پدا وقت پادشاهان گون سرکشی کتکتی. اقبال شاه و شارخ شاه پری اقبال شاه پری سرکشی کت پدا بهرامخانه برگشتن و ملکه آفاق گوشت عروس هم به حمام ببری و آیا آرایش بکنه. این شپه زفاف کنن تنک شپه سیر شپه. ملکه آپاک و مامونیر به حمام برد. سر و تن آی ششتن ششو کتن چو کرس آفتاب چه حمام در نارد. پاروخلکای مامونیر به لباس پرنگی پوشند و به طرز پرنگی سنبهند و آرایشی کچه آتر پا امیر ارسلان نکارخانه شادی به نوازش درارد و داماد وجه به حمام برد. ملک شاپور چون سر و آزاد چه حمام دنات لباس پادشاهی پوشتی سر تا پاد گرک دریای در و گوهر بید. بعد چایی مرکبی و جل و تاین امیر ارسلان گو ملک اقبال شاه ملک شارخ شاه آصف وزیر شمس وزیر و امیران و ملک شاپور وزیر ملک شاپور وجه سوار بیتن. ناگان صدا ڈول و کوس و آواز تمام بگوشی و پلکه رسه. داماد گو 1000 تراک تمام باغ 15 را برده. امیر ارسلان کمکی نشت چند جام شرابی نوشید و گوشتی چراغان باغ روشن بکنه و ساز زنوک با ساز آواز بلند به همه که 3 ساعت چه شپا دیو چهره به مهر عادی لقب آهرمن به طبیعت زنگ کردار گوشید وجه شپا گوشت کردار آواز که بلند بیت همه که 3 ساعت چه شپا دیو چهره و بی مهر عادی لقب آهرمن طبیعت زنگی کردار گدار ناپایدار گذشت باشی و آخر شب ناپایدار بیت باشی. برا راست شب روی مانند ماه به زلفین مشکین و چشم سیاه خم تر بکشد ماه را زدوش ز زلف شب گشت عنبر پروش. امیر ارسلان پاداب و شمس وزیر آصف وزیر جمع چمیران سوار بیتن به طرف شهر رفتن. عروس انگو ملکه آپاک و منظر بانو و کنیزان گو محله های گوشیر زرنگار نندین تا وجه همه گاڑی که وطمنا زرنگارین گاڑی ها تیگه سوار کو جنینانی هم وجه و ردیپ و گاڑی همین گاڑیان که اسبان بستگن پیلان بستگن چیان بستگن بانور هم ملکه آپاک و منظر بانو که مات ملک شاپور و کنیزان و تمام جنینان آشهر امیرانی پادشاهانی هرچند جنین چوکی امرا تمام
गाड़ियों को तमतराक वजह و طبل و دول و کرنا و شادی چسبی مردمان شهر چه جن و مرد چه کوچه و معبران هر یک که به طرف صفحه کشتگ مطربان باشی در هر گذر به نواختن سازهای رنگارنگ و گوناگون مشغول تن چه هر طایفه عفریت و دیو و جن و گول و پری جان و لاکیز هر یک که به سبک شیوه وقت مشغول عیش و آتش بازی تن همچنین بزمی اوشی آرایش داتگا چه آسمان و زمین زهره سعیوشی دنا کت چه آسمان با تماشا ای سیره اوشی مشغول بیت. امیر ارسلان نامدار سوار مرکب سرتک پولاد رگ دیما محمل سیره اتکو وزیران و امیران و سرهنگان و بزرگان چه هر توایف و هر قوم و قبیله بزرگان چه دو طرف سواره به همراه محمل و تجمل و جلالی و مافوکی نیست هنچو پیدا کتن چه هر 20 قدم فاصله هر پریزادان که روی هوا وشید طبقای مثلا گل و زر و جواهر نثار مجمل سکان با نور کتن همه پیمان رفتن چه دو میدان منطقه به باغ ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه ملک شاپور سوار کدن و امیران به استقبال بانور رفتن بچه ها تمامی وارد باغ بیتن در ایوان قصر پازر دست مامونیر به دست ملک شاپور داد و بچه هایی وشی ملک شاپور دست مامونیر گفت و داخل تالار بیت. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه هر یکی حرمان وتی پر لوگان خانهشان رفتن. امیر ارسلان هم دست ملکه گفت به یکی چه تالاران پازهر رفتن و کمال آسودگی به زحمت اغیار گوشی به یکادگه چه او جان شیرین در آگوش گفت و در بستر راحت به استراحت وفتن. غافل چه نیرنگ ای روزگار گدار فلک کجرفتار که باند چه پرده گیب چه بازی به ظهور رسید تا هنگامی که آفتاب جهانتاب چه پس ای نه حجاب سری دنا کشت عالمی چوتی نورا منیرینا و خوشرنگینا و تی دنیای روشن کت وشید دگر روز کاین لال لبت زرنگار برآمد بر ایوان نیلی حصار بر تخت افق شاه آنجم نشست وزو بر سپاه شب آمد شکست. در آیگاه وجه روچ عالم تاب امیر ارسلان نامدار سرچ بستر و آبا راحت چستی کو ملکا پاکی پاد کت لباس پادشاهی گراو کت و با ایوان قصر رفتن دیدن که ملک اقبال شاه ملک شاهرخ شاه آصف وزیر شمس وزیر و جمعی چه امیران نشتگان صبوهی منجنگ امیر ارسلان که دید تمامی پادت کن تعظیم کت. امیر ارسلان جز کن ملک شاپور کجایی گوشت تا به حال چه حاجله در نانیت که امیر ارسلان صاحب کدن روچ به جای نزدیک زهرا رسه دیدی عروس و داماد چه حجله انگه در نانیت کن. امیر ارسلان به جماعت نزانو چه اتفاقی کبته ملک شاپور تا به حال در نانیت که پرچه ندی یکی برو بگندی چه بیته اگر هم وقتن که بیداره بکنم آگاه بکنم پارخ لکای گوش قربان بوم من روم آگاه کنم پادت کو رب در تالاری که پچ کو داخل که بیت نزدیک تخت رب دیدی خون چو مصر دریا موج جنگه سر مامونیر گوش تا گوش برتا و روی سینه سرایی رکتا گیسو انبر آسان آی گر خونه ملک شاپور همچه تختا کپتا به چیرا وسط تالار مو در واب توکن همه که چم بل لاش
لاش و گرپه به خون مامونی را که چه بیتابی پریاد کشتی بیهوش بید. آواز ملکه به گوش امیر ارسلان رسید چه جاگه پادت گوشتی جماعت نگوشتون اتفاقی کپته پاده بروینا بگنده چه خبره. تمامی سرا سیما چه جواب پرتن وجه ربطن واقعه که دید امیر ارسلان ملکه به هوشا اور جس کو ترا چه بیتا ملکه موضوع گوشت امیر ارسلان دیما رفت با پیکر بی سر ماه نظری کد که چو ماهی من دریای خون هوشناک کنگد آچه نهادا امیر ارسلان درد کو تمام مردمان گریبان امیر ارسلان و چاک جب مثل ابر بهار گریوگا لگه. ملک اقبال شاه و ایدگران هم پا گریوگا شروع بیتن. آصف وزیر گوشت باران یاران چه گریوگا شما مامونیر زندگ نبی حالا باید بفهمی یک کار کجا ظالم به مروت هستیم پرچه چه ای تمام صدا ملک شاپور چه وابا پاد نیته. امیر ارسلان چه گریوگا خودداری کد بالا سر ملک شاپور رفت هر چه تکانی داد دیتی بیدار نبی پادنه آگاه نبی بلندی کد کم که همه تالار تو که راهی برد پدام پادنه بو وش و سرکه و روغن بنفشه و بادام و 15 داته پدام آگاه نبید. در همه وقت سرکله پیرزاده پیدا بیعت هنگامه دید که امیرسان یک طرف ناش مامونیر و یک طرف ملک شاپوری و پینتا در میان من گریوگی دیما ربط و عرضی که قربان بومم پرچه شو گریوی ای چه واضح هستی امیر ارسلان ورد ای پدر دل من چیز سوچی که یه آسمان کج رفتار مدت 3 سال هستی آه بکام من گردش نکته در این مدت یک آب خوشی منی گوتا چی ایر نرفته ننوشته من نوارته یک نفسی آسوده من نکشته هنی که بعد چه تمام زحمت و مشکت لوٹتون که سیره بکنم یک کامی که دلاس وتی خوشحال بکنم دوشی در حجله سر منی گوهاره که مامونیر برته گنته نزانم سر ملک شاپور بیچاره چی آرده که هرچی کوشش کنم آگاه نبی احوال چای جس کنم هنچو در واب توکن نزانو چه بکنم پیرزاد پیش رفت کم که صورت ملک شاپوری نگاه کو چارت سر نش مامونی را رفت آین نظاره کد سری زورد به دقت نگاه کو چارتی سری هم به زمین ایر کو و کندیتی امیر ارسلان هم گوشت پرچی هم کندگه پیرزاد و قربان کسی که کاری کتا پا جان وارد یک کار حرامزاده الحق دیو هسته که ملک شاپوری و بند کتا مامونوری هم برتا و کسی دیگه بجای آیی سری برتا هسته. الان هم در تمام خاک فریزاد در پشت تاریک و هزار تاک سلیمان تاول خاک بنی آدم گرچه الحق دیو حرامزاده دشمن دیگه شما را نیستی. الحاق مدت 10 سال بیتا که عاشق مامونیر بیتا پای فرصت بیتا تا دوشی ای فرصت به دست یاد که مامونیری برده و کسی دیگه چه طایفه چه همه طایفه دوشی که ای فرصت به دست یاد که مامونیری برده دیگه که پریزادی آورده سری برده شما یقین بزنید که مامونیر زنده و سلامت هستین و فریزاد سلامت امیر ارسلان ساعت فکر کو بعد دیم گو آصف وزیر کد که وزیر یه خبران پیرمرد زایده سک با اکلا نزدیکن چون در فرنگ همه وقت کمر وزیر فاروق لکا دوزد عوض آئی سری کسی دیگه برتا بیتگتی و من هم خیال کتا ملکه هسته ملک اقبال شاه گوشت هنی که یه طور هستین چند روز صبر کنی یک 2 نفر دیم دون در مملکت جان تحقیق بکنن بگندین راست هستین یا خیر. امیر ارسلان خبر ملک اقبال شاه قبول کد چند اپریتی لوٹه تو گوشتنتی بعد شما 5
روچه بروی در مملکت جان و کاله سنگباران خبر چالهاک دیو حرامزاده بیاری که کجاییم چه کار میکنگی تحقیق کنه که مامونیر دکتر ملک جان شاه آیا برته یا خیر زود خبر بیاری افریتان در برابر زمین چوکت باد موی تنور اوشی دور داد و به هوای چست بیتن امیر ارسلان و فرموده امیر ارسلان کشته مامونیر به خاک سپرده که ملک شاپور اما تابوتی تو که جای دا به شهرها رفتن غمگین و اندوناک به تخت نشتن مدت 5 شب و روز که گوست روز چشم افریتانی که دنبال خبر رفتگتن چه در بارگاه داخل بیتن در برابر تخت امیر ارسلان تعظیم کتو گوشته عمر دولت بنی آدم سلیمان پیغمبر باز بکن امیر ارسلان جز کو چالهاک دیو مامونیر چه خبر هسته عرض کت وانش مشیه گوش داری کلیپ سک مزنی سلامت باتی شه گوش داری دنو دیگه که شما سلام کنم الله میره الله